ایران خودش رو آماده کرده و ایران منتظر هست و آماده. اما این بار ایران نسبت به دفعه قبل آماده تر هم هست. در دور قبل اگر یادتون باشه ایران در اوایل دچار یک شوک شد، اما بعدها ایران خودش رو جمع و جور کرد و تونست که در مورد اسرائیل کاملا مؤثر عمل بکنه و موشکاش رو کاملا به اسرائیل برسونه و موازنه تغییر بده. و حتی میدونیم که الان ایران موشک‌های جدید خودش رو هم آماده کرده که اسمشون رو هنوز نمیدونیم. خب حالا سوال اینه که چه خواهد شد وقتی داستان غزه داره بسته میشه؟ آیا دوباره جنگ ایران اسرائیل شعله‌ور میشه؟ موضوع اینه که اساساً جنگ 12 روزه تموم نشده بود و رویکرد توسعه طلبانه و ایجاد حلقه آتش از جانب اسرائیل نسبت به کشورهای منطقه تموم نشده و یکی از مهمترین جاهایی هم که اسرائیل به دنبال ایجاد حلقه آتش هست همین ایرانه. ایران در مقابل نفوذ اطلاعاتی اسرائیل یک نفوذ اطلاعاتی قابل توجه از خودش نشون داد و تاسیسات هسته‌ای اسرائیل رو منتشر کرد، نشون داد که نفوذ کرده در تاسیسات هسته‌ای اسرائیل. اون ایرانی که الان در مقابل اسرائیل هست با ایرانی که روز 22 خرداد در مقابل اسرائیل بود بسیار متفاوته و همینطور ملت ایران در بیشترین میزان خودش در تاریخ الان ضد اسرائیلی شدن و متحد شدن بر علیه اسرائیل. و اینکه ایران صاحب موشک‌های بسیار مدرن هایپرسونیک و بالستیک هست که با اونها میتونه اسرائیل رو بزنه.